لباس خوشگل نرگس خانم شلواری براش آوردیم. همش هم نوعه ها، دست اوله. خب زحمت کشیدیم. اینم شال خدمت خودتون برای خودتون. اینم یه بلوزی برای نرگس جون. اندازه شه؟ بزرگ نیست؟ یه شال و کلاه خوشگلی برای نرگس خانم. 2 تا جوراب. اینم یه کیف خوشگلی. همش نوه عمو جون، هیچ کدوم کهنه نبوده. کدوم یعنی دست دوم نیست. زحمت کشیدیم. خیلی ممنون. دیگه چی میخوای عمو جون؟ اینم ساندویچ. حالا لوازم التحریرم انشالله برای تهیه میکنم دست در انشالله. نکنه. زحمت. حالا دفتر و مداد و خودکار و اینا هم گفتم تا تو هفته جدید برات میگیرم. برای بچه های دیگه هم میخوایم بگیریم، یه چند تا هستن. برای نرگس هم میاریم. باشه؟